салом ва хуш омадед ба ахбори озодӣ. Хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро ман Зарангези Наврӯзшоҳ бо ҷамъи ҳамкорон аз Душанбе ва Прага пешниҳод мекунем. Имрӯз 2 март аст ва ҳоло як нигоҳи кӯтоҳ ба номгӯии чанд гузориши барнома. нахуст-вазир ва соҳибкорони Русия ба Тоҷикистон бо чӣ паёме омаданд? ё чаро тоҷирони рус талоши дарёфти ҷои по дар Тоҷикистонро доранд? шикояти гурӯҳе аз ронандаҳои тоҷик дар Литва алайҳи як ширкати боркашонӣ. Баҳс бар сари маош чанд моҳ боз идома дорад. ва иқдоми хуби як барномасози тоҷик барои дӯстдорони китоб. ӯ осори адибонро дар як барномаи хос пешниҳод мекунад. барномаҳоеро ки мо омода мекунем, пешкаш мекунем, аз тамоми дунё мардум бе ягон мушкилӣ ва ройгон дастрас мекунанд. Михаил Мишустин, нахуст-вазир ва раҳбари ҳукумати Русия баъд аз зуҳри 2 март вориди Душанбе шуд. Ба гуфтаи мақомот, ҳадаф аз сафари дурӯзаи ӯ ширкат дар конфронси 9 оид ба ҳамкории байни минтақавии Тоҷикистону Русия аст. Сафари нахуст-вазири Русия ва ҳамоиши ду кишвар дар ҳоле сурат мегирад, ки Москав барои таҷовуз ба хоки Украина зери таҳримҳои шадид қарор дорад. баъзе соҳибкорони рус гуфтанд, ҳоло талош доранд дар кишварҳое мисли Тоҷикистон ҷои по пайдо кунанд. Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Амир Исоев тафсилот медиҳанд. намояндагони мақомот ва корхонаҳои Русия ва Тоҷикистон дар китобхонаи миллии Душанбе ба гуфтаи худашон омаданд дар бораи рушди ҳамкориҳо суҳбат кунанд. аз суҳбатҳои намояндагони Русия маълум буд, ки баъди зери таҳримҳои кишварҳои ғарб мондани кишвар, онҳоро ба Тоҷикистон оварданд. русия ҳамавақт бо кишварҳои осиёи марказӣ ҳамкорӣ дошт. дар ҳоли ҳозир ҳамкориҳо густурдатар хоҳад шуд, зеро ширкатҳо бозори навро меҷӯянд ва дар ҳамин ҷо меёбанд. бархе коршиносони тоҷик таъкид мекунанд, ки хатари зери таҳрим рафтани Тоҷикистон дар шароити феълӣ камтар аст. که تاجیکستان یگان قدرتی داشته باشد به معنای قدرت اقتصادی داشته باشد که به درد امروز روسیه خوره و یگان محصولات استحصال میکند و به روسیه میفرستاند که سببگوری با تحریم های آمریکا دچار شدنش باشد. به اطلاع رسمی در این همایش نمایندگان زیاده از 800 شرکت و کارخانه های تاجیکستان و روسیه شرکت دارند. بعضی از شرکتداران از تاجیکستان با دعوت مقامات به اینجا آمدند. اومدیم که وجهت ایام یک چی با خود چی کنم زب گیریم ده. مثلا یگام هیچ فهمیم که بشرط من همیشه من شخصانی هستن که از طرف روسیه و از طرف دیگر جا آمدگان مهمانای ما میشن با ما میشن ملاقات کرده هستن گپ زدن مگر برای همین اومدیم که فهمیم با یگام چیزی که بشرط بود از نو سازیده. در قسمت اولی کنفرانس از مقامات بلندپایه دو کشور کسی حضور نداشت. مقامات گفتند نخست وزیران تاجیکستان و روسیه در قسمت‌های بعدی نشست حضور خواهند یافت. در دایره این همایش میان تاجیکستان و روسیه بیش از 20 سند همکاری امضا شد که یک قسمشان یادداشت تفاهم است. قرارداد درباره تولید سرما، آموزش اشیاء خام و متال‌های نادر از سازشنامه‌های دیگر میان دو کشور میباشد. قبلا نیز میان دوشنبه و مسکو چنین قراردادهای زیاد امضا شده است، ولی یک قسم آنها روی کاغذ ماند. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه. بینندگان عزیز، تفصیلات انجمن صاحبکاران تاجیکستان و روسیه و سفر سروزیر روس میخائیل میشوستین به تاجیکستان را میتوانید در سامانه رادیوی آزادی پیدا کنید. حالا میرویم با موضوعهای دیگر. یک فعال زاده تاجیکستان که از جانب مقامات پولشا و یا لهستان با درخواست پناهندگی سیاسیش جوابی رد گرفت. میگوید میترسد که به وطن خارج میشود. به قول سعید انور سلیمانوف، او در گذشته موقع خود را عید نزاع در مرز تاجیکستان با قرقیزستان و از بازداشت‌های ساکنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان بیان کرده بود. بنابراین به باور وی مقامات انتظامی میتوانند او را پشت پنجره اندازند. سعید انور سلیمانوف امیدوار است قضیه‌اش در لهستان بازبینی می شود. شهلای گلخواجه در این باره تفصیلات می دهد.
مقامات پولشا و یولایستان به درخواست پناهندگی سیاسی سید انور سلیمانوف یک فعال روسی 24 ساله زوده تاجیکستان جواب رد دادند. سلیمانوف که در شبکه‌های اجتماعی بیشتر با نام ساشا پیچنیکا معروف است میگوید در پاسخ مقامات این کشور که روز 20 فوریه به دستش رسید آماده است آنها یگان دلیلی را برای دادن حق پناهندگی به او پیدا نکردند، در حالی که با گفته خود سید انور سلیمانوف در صورت اخراجش به تاجیکستان او را برای دیگر اندیشیش زندان انتظار است. من در تاجیکستان اصلا ندارم نه پرونده جنایی نه یگان دیگر پرونده از طرف دولت تاجیکستان ندارم، اما بعد ما میدونیم که بسیاری آدمانی که ندارن هیچی میآیند به تاجیکستان برمیگردن یا آدمان را از روسیه از شهرهای پتربورگ مسکو آدمان را می‌دزدند، آدمان بدخشانیان را، آدمانی که دیگر نقطه نظری دارند به سیاست دولت و یا را از روسیه از دیگر دولت ها میگیرند و محبس میبرند، اما در آن وقتی که و یا در آزادی بودند یگان پرونده نداشتن آیدی خودشان، آیدی خیش. سلیمانوف از سال 2008 در روسیه به سر می برد. او در ستاد تبلیغاتی پیش از انتخاباتی اندری پیوواروف که حالا در روسیه زندانی است فعالیت داشت. اسم او سال 2021 و زمانی رسانه‌ای شد که به حیث پرستار در یکی از بیمارخانه‌های مسکو کار میکرد و به طرفداری از فلش موب تشکیل کرده الکسی ناوالنی رهبر مخالفین روس در بیمارستان چراغک تلفنش را روشن کرد. در پی او را هم از کار راندند و برای 40 سال از حق ورود به روسیه محروم نمودند. سلیمانوف مجبور شد که سال 2021 روسیه را ترک کند. از آن وقت تا به امروز در پولشا به سر میبرد. سید انور سلیمانوف گفت او همان شهروند تاجیکستان باقی میماند. به قول وی در تاجیکستان نزدیکان و همسایه‌هایش از سوی مقامات انتظامی پرسجو شدند. از آنها اساساً اویدی در کجا و با چی کار مشغول بودن سلیمانوف سوال شده است. حالا وی درباره دوباره بررسی کردن قضیه‌اش به مقامات داخلدار پولشا مراجعت کرده است. اخباری آزادی را ادامه می‌دهیم. بحثی گروهی از راننده‌های تاجیک در لیتوا با یک شرکت بارکشانی بر سر معاش چند ماه باز ادامه دارد. مهاجران تاجیک علیه شرکت به اتفاق کسبه این کشور شکایت برده شرکت لیتوانی را به کم کردن معاش آنها و رعایت نکردن شرطنامه کاری گناهکار کردند. شرکت برعکس از کار مهاجران تاجیک ناراضگی می‌کند. تفصیلات بحث رانندگان تاجیک با شرکت بارکشانی در لیتوا و عموما شرایط کار مهاجران را در اروپا در گزارشی از مومین احمدی ببینید. هر ماه از معاش 250 300 تا 400 یورو را شرکت به هر بانه‌ها جریمه میکنند. رستم رحیموف راننده ماشین بارکش در اروپا است. او یک شرکت لیتوانی را برای کم دادن معاش عیبدار میکند. همراه با 6 نفر رانندگان تاجیک از این شرکت به اتفاق کسبه لیتوا نهادی که از حقوق کارگران حمایت میکند شکایت کردند. لیکن روزی سه‌شنبه می اومد وعده کرده که میایم تفتیش میکنیم، چانس می که معاشای شما را گردوندین غیر قانون به شما برمیگردونیم. نماینده شرکت بارکشانی اویما که دهها مهاجر تاجیک را به کار پذیرفته است میگوید معاش رانندگان را برای خراب کردن ماشین ها کم داده است. او گفت رفتارشان نسبت به مهاجران در دایره قانون و شرطنامه مهنتی بود. بحث مهاجران با شرکت ادامه دارد، ولی بیش از 10 راننده تاجیک این شرکت را ترک و در دیگر شرکت های اروپایی جای کار یافتند. روسیه کوکنی قیمتر شد به طرف اروپا. اکثری راننده های تاجیک تا رسیدن به اروپا در روسیه مهاجر بودند. رستم حالا در شرکت آلمانی کار پیدا کرده است. معاشش خیلی بسیاره. اگر با سومونی بگیریم 26000 سومون مثال معاش. اگر 6000 سومونش هم اگر همینجا صرف کنی 20000 سومون مثال میتونی که با خونه روی کنی. رستم میگوید حالا طلبات بر راننده های تاجیک در کشورهای اروپایی بیشتر شده است. از سببی که همین جنگ روسیه و اوکراین شدگی شفیورای راننده های همین اروپا اکثریت همین اوکراینسا بودن، ولی همش بسیار رفتگی برای همون نجدت میکنن همین اروپا در شفیور ده. راننده ماشین بارکش شدن تاجیکان در کشورهای اروپایی تمایلی نو است.
شماره آنها دقیق نیست ولی شرکت‌های جداگانه میگویند ده‌ها کارگر از تاجیکستان دارند. آنهایی که تلاش برای کار در اروپا دارند از دسترسی سخت به ویزا و صرف بیشتر شکایت میکنند. چندین ده سال پیش گروهی از ساکنان ناحیه مسچوی کوهی به جنوب قزاقستان کوچ بستند. با گذشت سالهای طولانی این مردم عرف و عادتهای خود را گم نکردند. اما چی این تاجیکان را وادار به هجرت کرد؟ همکاران ما در این باره یک فیلم مستند آماده کردند که حالا یک پاره آن را همراه می‌بینیم. جوار بیننده خونه. البته این بسیار فاجعه که موجود برای که خلق تمام از دنیا و از خانه و از مال و از همه چی ماندویه من میشن. مردم رو کوچون اون کسی که با ماشین خودش رو دولت به اتوبوس از همین 25 کیلومتر دورتر کوچون مردم رو. فکر میکنید که در یک تاجیکستان کوچک قرار دارید؟ اولی همون در همشهرها دیگه تاجیکایی که همیشه با بچه های همون سرکارا من جا کرده در زواد، در مسجد ها، در مدرسه ها، در مکتب ها همون خلقی همه جا رو جا کرده نان دادن. این فیلم جالب 19 دقیقه‌ای از زندگی تاجیکان قزاقستان به زودی در وبسایت و صفحه یوتیوب رادیوی آزادی نشر می شود. یک برنامه‌ساز تاجیک تلاش دارد با یک اصول نو و آسان کتابخوانی را در تاجیکستان رشد دهد. او به دوستداران کتاب در هر گوشه دنیا امکان فراهم می‌آورد آثار ادیبان را در شکل یک برنامه از طریق مخزن جهانی پلی مارکت در تلفن خود دسترس کنند. علاقه کتاب‌های در این برنامه وارد کرده برنامه‌ساز را صدها نفر گرفتند. مفصل‌تر درباره این برنامه مولا رجب یوسفی و امیر ایسویف معلومات می‌دهند. محمد غنی‌زاده اشعار حاجی حسین کانگورتی شاعر تاجیک را در شکل برنامه تهیه دارد. نیت دارد این برنامه را روزهای نزدیک در مخزن جهانی پلی مارکت گذارد. پیش از این کتاب‌های بوستان سعدی شیرازی، سیاستنامه نظام الملک و چند ادیب دیگر را به شکل کتاب الکترونی درآورده است. این جوان 21 ساله 3 سال باز به این کار مشغول است. اشعار بابایش سفر محمد ایوبی اولین نمونه کارش در این جاده بود. یک خوبی در شکل برنامه در آوردن کتاب یا دلخواه اثرها در آن است که مقصد اگر کتابی با زبان تاجیکی را تنها در داخل تاجیکستان دسترس کرده شود ولی این برنامه‌ای را که ما آماده میکنیم پیشکش میکنیم از تمام دنیا مردم به یگان مشکلی و رایگان دسترس میکنند و مورد استفاده خود قرار میدهند. برنامه‌های تهیه کرده محمد غنی‌زاده از روی آثار ادیبان را صدها نفر از پلی مارکت بارگیری کردند. چند برنامه‌ساز دیگر هم با این کار مشغولند. بعضی از کاربران این شکل کتاب‌ها را می‌پسندند. کتابی 4 قوله رو شکل کاغذیش رو که ما با دست داریم همین شکل کاغذیش رو از یک جا با سمت دیگر بردن قیند است. مثلا 10,000 یا که 5,000 یا که 3,000 2,000 کتاب کاغذی رو در سمکارت نمیگیری و نمیبری و مثلا پلی مارکت شکل الکترونیش رو به تو دسترس میکنه. صرف نظر از این فایده ها برخی ها در تاجیکستان با کتاب چاپی برتری میدهند با چند دلیل. که بهتر اونه که کتاب چاپی رو ما بیشتر بخونیم. هم ضرر به چشم کم است هم که بهتر است نسبت به کتاب‌های الکترونیک. محمد غنی‌زاده تا امروز اشعار 60 شاعر کلاسیک و معاصر تاجیک را در شکل مجموعه یا علاهیده تهیه کرده در مخزن پلی مارکت گذاشته است. می‌خواهد کارش را دوام دهد اما معلوم نیست که بدون سرمایه و کمک چقدر پیش رفته می‌تواند. اخبار آزادی رو به پایان میبریم. سپاس برای همراهی بیننده عزیز و خبرهای از این بیشتر رو هر ساعت و در فرصتی برای خود مناسب در وبسایت azadi.org سامانه و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک توک و ادناکلاسنیکی پیدا کنید. تا ملاقات دیگر، خدا نگهدار.